سلام و درود به همه شما بینندگان سیمای آزادی و هموطنان عزیز و گرامی. یک بار دیگه از طرف خودم و همه دستاندرکاران پیک شادی نوروز 1402 رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. سال جدید با تعهدات بالا و تحولات شتابان خودش شروع شده و مردم ایران و قیام آفرینان هم خودشونو برای سالی با پیروزی‌های درخشان آماده میکنن. با امید به این که بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دلهاتون بیاریم، توجه شما رو به بخش اول از ویژه برنامه امروز پیک بهاری جلب میکنیم. این دستا بیان بالا، پشمک پشمک زور سیدعلی، باید بکنیم زور سیدعلی. آقایی که توی کوچه ها امامش ولو شده، آقایی که اون ولایتش حفلی هپو شده، آقایی که جسم ناقصش شبیه لبو شده، پای همه روی ریشش شبیه اتو شده، خیلی تابلوه که رفت پتو شده، خیلی تابلوه که رفت پتو شده. میخوام یارزو کنم، میخوام یارزو کنم، میخوام یارزو کنم، میخوام ببرم و برم، میخوام بگم غلط کنم، بشم مدافع حرم. پشمک پشمک زور سیدعلی، باید بکنیم زور سیدعلی. پشمک پشمک زور سیدعلی، باید بکنیم زور سیدعلی. پشمک پشمک زور سیدعلی، باید بکنیم زور سیدعلی. این دعای برامونا، دستا همه بالا. خدا برسه به دادمون همه چی تموم شده، خدا برسه به دادمون همه چی تموم شده. ای وای که دشمنم بازم روی عزیزم شده، ای وای که دشمنم بازم روی عزیزم شده. قسمت ما هم که کدو بادم جونه، قسمت ما هم که کدو بادم جونه. پسر یه ملای زرش، پدر کیه سیدعلی، پسر تمنای زرش، پدر زرشک و باقالی، پسر حاجی مجتبی و پدر کیه سیدعلی. پشمک پشمک زور سیدعلی، باید بکنیم زور سیدعلی. در سالهای اخیر بدبختی‌های خامنه‌ای به قدری زیاد شده که به فاصله بین یک بدبختی تا بدبختی بعدیش میگه خوشبختی. به قول اهالی طنز شما اگه پیاز رو هم خورد کنی گریه آور میشه، چه برسه به عظما که از خیابونای ایران تا کشورهای مختلف خورد و خاکی شیرش میکنن و هست و نیستش رو برباد میدن. قطعه طنزی رو ببینیم که سکانسایی از همین حال زار و نزار خامنه‌ایه. قاسب و کتلت کردن، اما رئیسی هست، سلامی هم هست، قانی اسکول هم تازه هست. تازه منم هستم فخریزاده. بمب اتم درست میکنیم، دنیا رو میترکونیم. موشک هاپرسونیک درست میکنیم، تا دلت بخواد خطای انسانی میکنیم. من بهت قول میدم عظما. جان حاجی زاده یه لبخندی بزن. اینقدر فکه بی مورد نزن نفله. من تو پوشک ولایت موندم، تو دنبال موشکی؟ فعلا غنیسازی رو ببرید بالا، ببینیم چه خاکی تو سرمون کنی. اون حله. بسپارش به محسن، کاخ سفید و برات حسینیه میکنیم. دشمنان گوشت دم توپن.
بس دیگه جلو من قپی نیا، برید رد کارتون. سلام، محسنم. سایته رو زدن، کلاهک ترکیده. توف تو قبر امام. دیدی سر تشتک مشنگ؟ قاسمو که کتلت کردن، محسنم که املت شد، خودم هم که گوش کوبیدم. حالا میگی چه خاکی تو سرمون کنی؟ والا چیزی به ذهنم نمیزنه. میخوای برای سرود سلام پس مانده رو بخونم؟ اونو برو سر قبر عمت بخون. باشه. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم هر غلطی کردیم پوچ در اومد، اونم از رئیسی. اسم اون شلقم و جلوی من نیار. ما رو بگو که فکر میکردیم نظاممون یک دست میشه، اون از مجلس، اون از دولت، اونم از قیافه زاگاریت تو. من برم سرمو بذارم یه گوشه بمیرم. خب بینندگان عزیز، در برنامه ویژه نوروزی پیک بهاریمون نوبت میرسه به برنامه کامنت. این برنامه کامنت هم البته مثل سایر قسمت‌ها برنامه ویژه‌ای هستش و مهران و بابک با ما همراه هستن. خیلی خیلی خوش اومدین و عیدتون مبارک. خیلی ممنونم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان پیک بهاری. سال نو بر همه شما مبارک، 100 سال به از این سالا و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. من هم سلام و عرض و تبریک دارم و امیدوارم که امسال سال پیروزی، سلامتی و سرافرازی همه مردم ایران باشه. در ضمن می‌بینی کامنت نوروزی که بهش اشاره کردی، اصلی ترین ویژگیش اینه که تو هم توش شرکت داری. بله اتفاقا دقیقاً به همین خاطر اولین کامنت رو امید باید بده، یعنی خبرش از من و بابک، کامنت از شما. از کجا شروع کنیم بابک؟ از پیشرفت قرن، جت یاسین. اوه یعنی از بین پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کردی. ببینی می‌بینی چرا انتخاب کردی. بسیار خب، بله. پس ببینیم اولین تصاویر و اولین کلیپ رو، بعد میپردازیم به کامنت. بله. این تصویری که الان شما ملاحظه کردید صحنه خروج جت یاسین بود از آشیانش. حالا کامنت. حالا مهران، آشیانش که خب واقعا آشیانه بود، ولی اون چیزی که از تو آشیانه اومد بیرون بیشتر به اردک یاسین می‌خورد تا جت یاسین. مثلا اگه اینو تو جنگ جهانی دوم میدادن به متفقین، اینو تبدیل میکردن به انباری توش پیش و موره میریختن. به نظر من این دانش بنیانه. دانشش که نسیه است ولی بنیانش واقعا بنیان. هی تو بنیان رفتن، بنیان سیستم هواپیمایی برادران رایت. درسته که توش جنگی نمیشه ازش استفاده کرد، ولی به اون آرزوی تاریخی انسان از دوران انسان‌های نخستین که به آسمون نگاه می‌کردن که می‌گفتن کی میشه پرواز کنیم، جامعه عمل پوشونده. ولی ویژگی اصلیش اینه که این همیشه نیروی هوایی رو هالت استنبای نگه می‌داره، همیشه تو حالت آموزشیه، همیشه خلباناش از تو آموزش در نمیاد. یک دونه خلبان هم فارغ التحصیل نمیشه، پایه‌شو محکم میشه، همیشه تو سیستم حالا از آموزشی. آرزوی پرواز گفتی بابک،
من فکر کنم حتی برادران رایت هم که آرزوی پرواز داشتن محال بود سوار هم چیزی بشن. حد اکثر مثلا نخ می‌بستن با اون بادبادک هواش می‌کردن. آقا ببین اینقدر زود قضاوت نکنین. شما از دور یه چیزی دیدین این زبون بسته رو زدین کل صنایع هوای نظامی رژیم رو اوراق کردین. یک صحنه از نزدیک ببینیم عکسشو و جزئیاتشو ببینیم و واقعا با ابعاد جدیدی از خودکفایی تو صنایع نظامی آشنا بشید. شما این نیمرخ رو نگاه کن. نیمرخ رو ببین. یادم زبون مسئله افتاده که از دور نرو میبره از نزدیک زهره رو، ولی خودکفاییش کامل درست بودی. ببین دقیق بالش از این ایرانی تا هست که از این ساختمونا اضافه میمونه برایش استفاده کردن برای بالش. نوکش که دقیق سیخ کبابه، این اوریجینال داخلی. چرخاش هم که فابریک چرخ فرغونه. دومش هم که پیتلابی رو برایش صاف کردن به جای دوم استفاده کردن. واقعا دانش بنیان داخلی. خامنه‌ای گفته بود تولید باید 100% داخلی باشه، 100% داخلی. حالا گفتی خامنه‌ای، من به نظرم خود خامنه‌ای، رئیسی، هیئت دولت و مجلس رو باید سوار این کنن بفرستنشون هوا افتتاحش کنن ببینن چی هست اصلا. اتفاقا خلباناش هم تصویرشون منتشر شده. یه عکس هست از مجموعه ای از خلباناش که در برابرش وایسادن و عکس یادگاری انداختن. اینم عکس. ورژن جدیدی از آخوند دیدیم. آخوند خزنده و چرنده داشتیم، پرنده ندیده بودیم. مگه آخوند پرنده جدیده. حالا میدونی اصلا آخونده باید رو هر چیزی یه عمامه بذارن. دانشگاه، دبیرستان، فرودگاه، هواپیما، باید آخوند عمامش اونجا باشه. این همه جا ما دیده بودیم آخونده رو، الا اینجا جلوی جت و هواپیما که اونم با این عکس دیگه ثبت رسید. بسیار خوب، صحبت آخوندا شد. حالا من یه عکس به شما نشون میدم از آخوندا. شما بگید اینجا کجاست به نظرتون؟ ملاحظه فرمایید عکسو. بله اینجا کجاست؟ این دیگه معلومه دیگه مهران، این حوزه علمیه است. برو آخونده. حوزه علمی. نه. شما حوزه نیست، حوزه آخوندا رو زمین میشینن، اینجا رو صندلی بودن. یه جمع ولایت مداره به نظر من. جفتتون اشتباه کردید. کجا؟ اینجا دفتر هیئت مدیره ایران خودروه. ایران خودرو؟ بله ایران خودرو. آخه ایران خودرو مثلا باید پر مهندس باشه ظاهرا. این همه آخوند اونجا چیکار میکنه؟ اختیار داره. ربط این همه آخوند با ایران خودرو چیه واقعا؟ اختیار دارید بالا چه اصلا هم بی ربط. مگه دکتر نیستن که هستن، مهندس نیستن که هستن. تازه مگه دکتر مهندس شدن برای آخوندا کاری داره، دکتر میذاره بغل اسمش. اما اینجا از موضع دکتر مهندس وارد نشدن. اینجا اومدن که ببینن احکام شرع آخوندا توی کارکرد مکانیزم داخلی موتور رعایت میشه یا نه. یعنی همون میزان هوایی که آخوندا مشخص کردن با سوخت ترکیب میشه، سیستم داخلی احتراق طبق همون شرع آخوندا کار میکنه، گیربکس موقع از حدود شرعی آخوندا خارج نشه. در ثانی اینا اصلا تمام مراکز رژیم اول باید کلاس ترم عالی اختلاس رو زیر نظر اینا رد کنن تا بتونن خوب اختلاس کنن، خوب غارت کنن. یعنی لازمه ای اصلا اینکه یه جایی چیزی تو رژیم تولید بشه همین کلاس ایناست. بله حالا صحبت آخوند و پول شد، این یکی عکساً با هم ببینیم. این از اوناست که همه تو کامنتش موندن. این دلار رو داره آتیش میزنه. این دلار رو آتیش میزنه برای چی؟ مثلا برای که بگه که قدرت دلار نسبت به ریال مثلا پایین بیاد افت بکنه، ریال مثلا ارزشش بره بالا، یا برای چیه این؟ احتمالاً نه. موقعی که البته من و تو همچین احساسش موقع نداره، موقعی که آدم جیبش پر دلار باشه، تو همه بانک‌های کوچه پس کوچه‌های اروپایی هم دلار پر باشه، بانک‌های کشورهای خلیج فارس هم همچنین، خب یه دونه دلار، حالا چون این آخونده من کنم یه دلار هم تقلبی داره میسوزونه، میاره میسوزونه، داستان کسی بر نمیخوره که. حالا اصلا من میدونم با تقلبی یه دلارش هم این واقعیش آتیش نمیزنه. اگه اینطوری که شما میگید پس این پلاکارد یک دستشه چیه؟ نوشته جیبا خالیه. این پلاکارد رویا عالی اما جیبا خالیه. پلاکارد معلومه دیگه. اگه از خود این آخونده بپرسی، اصلا کلا از آخوندا بپرسی، میگن تقیه است. تقیه داریم میکنیم. اگه از مردم بپرسی میگن دجالگری نوع امام امت خود خمینی. برس بردن. راستش ما همیشه تو کامنت ها یه سری به قطار پیشرفت‌های رئیسی میزدید. آخرین ایستگاه این قطار الان کجاست؟
کار نداره قطار پیش. کار نداره. ببین من میخوام دیگه. ذره علم شیمی خرج کنم. دیدید الکترون هیچ جایی هی داره میچرخه، جای مشخصی نداره. قطار رئیسی همونجا داره میره. با چشمم نمیشه. ببینی رد شده. تا ببینیم میاد رد شده. ولی بابک یکی از حساس ترین پیچ هایی که این قطار تو سال گذشته رد کرد اینجاست که تصویرش ثبت شده. ببینیم با هم. رسما کشورهایی که ما گاهی باشون ارتباط داریم میگن اینجا مردممون ترجیح میدن به جای رفتن به اروپا بیان به ایران و درد اونها درمان بشه. رسما میگن. بله، یعنی رسما تو ملاقات به این میگن ببین تختای بیمارستانا رو خالی کن، مردممون دارن میان. آره. حالا سوال اینه که چرا خود آخوندا تا یه ذره مثلا 60 پاشون در میگیره سوار هواپیما فرست کلاس میشن میرن اروپا برای درمان؟ عراس میگه این اوج ساده‌زیستی آخونداست. یعنی ایرانو با تمامی بیمارستان‌های مجهز و واکسن برکتش با کرونایابش و قرص ضد آلودگی هوا میذارن برای مردم ایران، خودشون بلند میشن میرن تو این کوره دهات اروپا در اوج ساده‌زیستی با هواپیما. بیمارستانایی که اصلا نه تخت داره، نه دارو داره، نه دکتر درست حسابی داره. بعد تازه میرن دکتر براشون دارو تجویز میکنه، باید برن تو ناصر خسرو لندن شب تا صبح بچرخن یه دارو آزار سیا با قیمت کلان. اصلا تمام این کارا برای اینه که نشون بدن چقدر ساده زیستن. خودشون از امکانات ایران استفاده نمیکنن. بله. یعنی آخوندان میگه تلویزیون آخوندا رو مردم بهش میگن تیوی ریش. با این حساب تلویزیون بقایای سلطنت چی میشه؟ مثلا تیوی تاج، تیوی ساواک. نه بابا مهران، اینا همون شعبه برومرزی همون تیوی ریشن، زیادن فرق نمیکنه. ادامه تیوی ریش همونن. بسیار خوب. یکی از همین تلویزیون‌های برون مرزی رژیم یا بقایای ساواک یه برنامه درست کرده، برداشته بچه شاه آورده که تماس بگیرن شاه پرستا و اینا، یه بازارگرمی براش بکنن. اما سوتی بازاری راه افتاده که اون سرش ناپیدا. یه قسمتشو با هم ببینیم. و اجازه نده که بعضی ها الان به ایشون ملاقات میکنن دستبوسی میکنن تا کمر خم میشن و اون وضعیتی که در دربار بود سابقا داره برای ما تداعی میشه. با این خاطر خوب علی جانم، علی عزیزم، علی دوست داشتنی، ما قرار بود یک سری پرسش ها رو در رابطه با آزادی، گره‌گشایی از مشکلاتی که داریم و فردای بهتر بپرسیم. اگر ببخشید من دارم پاسخ میدم، اگر دوست داره تا کمر دلا بشه کسی مجبورش نکرده و ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. نمیدونم شما کجا دیدین، ولی خب هر کس مسئول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خودش هست. شاهزاده فکر نمی‌کنم بتونن برای کسی تصمیم بگیرن. همچین چیزی منم ندیدم هیچ جا. ندیدم. من از شما پوزش میخوام. بله منم ندیدم. منم جایی ندیدم. هر چی عکس از این مدل هست اصلا فتوشاپه. یه مدلش رو نگاه کنی. تازه این ما باز کسی اصلا ندیده. اینم که تازه کمر دیده نشده. اینم که تازه دستپوزی میکنه تا کمر خم میشه. یه مدل ورژن شاهپرستان، یه ورژن شعبان بیمخای جدید کامبیز شده هستن که سر کلهشون اون پیدا شده. این مدل هم احتمالاً فتوشاپه ولی هستن تو فضای حقیقی. بله اونم ببینیم پس. اونم ببینیم. فیلمتون هست، آدرستون هست، یکی رو میایم سراغتون. اون پرچم و هنگتون باز کرده میایم سراغتون. اون کسایی که پرچم باز کرده میایم سراغتون. این حرفو ضبط کنه امشب پلیس براتون جلو تمام میشه. از راه قانونی عربده کشی قلب اروپاست. بله اینا حالا اگه ازش بپرسه مثلا یه مصاحبه باش بکنم بگم برای چی اومدی اینجا، میگه اومدم برای دموکراسی. اینجا داریم ما تمرین دموکراسی میکنیم. آره سوال من این بود که قرار بود رضا پهلوی بچه شاه گفته بود میخوام سپاهی بسیجی رو جذب کنیم. اینا اصلا با هم قاطیشون مخلوط شدن. از جذب گذشت به حذف رسید. تو هم حل شدن یه روح در دو بدن. تازه اینا چماقدارای فضای حقیقی هستند. یه سری چماقدار فضای مجازی هم اینا دارن. اونا که همون ادامه سربازای گمنامن. ما نمیگیم، اینا خودشون میگن. این ببینیم ما الان طرفداران شاهزاده رضا پهلوی شدن تمام 99% سایبری ها. بله. بعدم همه اینا 99% سایبری. بله دنیا هم تازه با هم اینا دنبال اینن که اون آبگوشت سلطنت انتخابی رو بار بذارن. ما هم طبق همون ضرب‌المثل تاریخی میگیم که شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. بله داستان همینه. خب این هم از کامنت
نوروزیمون ویژه پیک بهاری. خیلی خیلی هم متشکرم از شما مهران و بابک که در این برنامه شرکت کردید. بله خواهش می‌کنم. ما هم خیلی متشکریم از شما و ممنون از بینندگان عزیز. همونطور که از همین الان هم در شروع سال جدید معلوم هست، سال بسیار پرخبر و پرتحول و پرکامنتی رو پیش رو داریم. بله منم یک بار دیگه سال نو رو به خدمت همه هموطنانمون تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که سالم و سرفراز باشید. خیلی خیلی متشکرم از اینکه در برنامه کامنت شرکت کردید. ما البته برنامه ویژه پیک بهاری رو ادامه میدیم و اگه اجازه بدین از خدمت شما مرخص بشیم. ما خداحافظی می‌کنیم با شما. کنم کامنت رو دیگه با 3 نفره اجرا کنیم سال 1400. آره دیگه امید سالی که نکوس از بهارش پیداست. بهاری که امید شروع کرد دیگه میره. کامنت رو 3 نفره باید دیگه بکنیم. در انتهای این کامنت ویژه نوروزی ازتون خداحافظی کنیم و برنامه ویژه پیک بهاری رو با همراه با بینندگانمون ما ادامه میدیم. ما در واقع خداحافظی می‌کنیم. بله. امید ادامه میدیم. بله. دقت کردید خامنه‌ای وقتی هر سال رو نامگذاری میکنه اتفاقی که توی اون سال میفته دقیقاً عکس نامگذاریش میشه. مثلا اسم سال رو میذاره رونق تولید، بعد در عمل همه کارخونه ها تعطیل میشه. و یا اسم سال رو میذاره جهش تولید، به جای تولید قیمت دلار جهش میکنه. اسم سال رو میذاره وجدان کاری، اختلاس‌ها زیاد میشن. اسم سال گذشته رو هم گذاشت تولید دانش بنیان، اما دیدیم که قیام آتش بنیان شد. انیمیشن کوتاهی آماده پخشه که نگاه متفاوتی داره به همین نامگذاری های سالها توسط ولی فقیه آخوندها. آغاز سال 1397. بنده سال جدید رو به آحاد امت همیشه در صحنه تبریک میگویم. سالی که گذشت سال پرباری بود. گفتم بار اجازه بدید این آجی رو بنده بار بزنم. طیب الله. بینندگان عزیز، سال 1398 شروع شد. بنده سال جدید رو سال جهش اقتصادی اعلام میکنم. گفتم جهش، اجازه بدید با یک جهش ولایی اون سرو برنج رو کم برم. او برین برنج تارمه. به به. آغاز سال 1399. نوبتی هم که باشه نوبت سال انهدام تولیده. اون صرف خورش رو بی زحمت بده دیگه، وقتش رسیده منهدمش کنم. این تلویزیون چرا خاموشه؟ سال 1400 رو سال قلمبای ولایی اعلام میکنیم و اون میوه ها رو قلمبا میکنیم. ضمناً حجابت رو رعایت کن تا گشت ارشاد و نفرستادم سراغتون. عزیزان من، انتخاب آقای رئیسی شیرین ترین اتفاق سال 1400 بود. گفتم شیرین، اون شیرینی رو رد کن بیاد. شما به جرم اغتشاش و اهانت به مقام معظم رهبری و تبانی علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی بازداشت هستید. با سلام. کسی خونه نیست؟ امسال سال تولید دانش بنیانه، یعنی سفره ها رو از بنیان باید رد کنید بیاد. یکی از سوژه های روزه های خامنه‌ای در سال گذشته مقوله‌ای به نام جهاد تبیین بود. یعنی هر جا میرفت و هر تریبونی گیرش میومد هی میگفت باید جهاد تبیین راه بندازید. معنیش هم اینه که ولی فقیه آخوندها از یک طرف نسبت به گسترش آگاهی‌های اجتماعی به شدت هراسانه، از اون طرف میخواد پاسخش رو با مسحکه‌ای به نام جهاد تبیین بده. بعد هم از فیلمباف‌های رژیم و قلم فروش‌ها میخواد
که بیان و برای نظامش تبلیغ بکنن. حاصلش هم انواع اقسام محصولات بنجل تبلیغی میشه که فقط مایه تمسخره. یک نمونهش رو اینجا با هم ببینیم. بار دیگر دستان دشمنان نظام از آستین عناصر نفوذی بیرون اومده و فیلمی رو ساختن که قرار بوده ابروی پرپشت عظما رو درست کنه، اما چشم ولایت رو کور کرده. فیلمی زاگاریت به نام ناتمام. حسینی من داخل برگردم مراقب باش. در سکانس اول یک نفر از دشمنان نظام به تنهایی به یک پاسگاه گل و گشاد در نظام شبیخون میزنه و سربازان مقام عظما جز عربده کشی و برجه ورجه هیچ غلطی نمی کنن. حسینی ماشینا رو روشن کن. برو پشت. دم در. پشت ماشینا رو ببین. حیاط پشت. رضایی جوش تاستی بادم نبین. این سرگرد نیرو انتظامی هم که بدجوری از دشمنان نظام توپوزی خورده دق و دلیش رو روی در ماشین خالی میکنه. حتما انتظار دارید که سربازان عظما بعد از دریافت این ضربه کاری از سوی دشمنان راهی جبهه‌های حق علیه باطل بشن، اما سخت در اشتباهید. از اونجایی که نظام بدجوری به شرشر افتاده، سرگرد مشنگ این فیلم بی خیال دشمنان شده و راهی ترشی فروشی میشه. در حالی که سرگرد چاقالوی ولایت مدار مشغول برانداز کردن دبه های ترشی و زیتونه، دشمنان نظام بازم لگدی نثار جسم ناقص عظما میکنند و بعدم فرار میکنند. فرار کردن لعنتی. خیلی خوب. شما دوتا سوار شین، من خودم پشت این میشنم. یالا. این بارم این داستان برای سرگرد مفخور درس عبرت نمیشه و طرف بازم دشمنا رو ول کرده و راهی ترشی فروشی میشه. من از این ترشیام میخوام. خیلی ترشی خونگی دوست دارم. فردا میام میبرم. کلا نقش دشمنان در این فیلم اینه که بزنن و فرار کنن و نقش سربازان ولایت هم اینه که اسکلوار دور خودشون بچرخن. هلو مسلمی، کجایی؟ نه در رفتم. فکر کنم یه 3-4 نفری بودن. در این قسمت از فیلم از طرف دفتر عظما با کارگردان تماس میگیرند و میگن این چه پلیس تن لشیه که ساختی؟ یه تکونی بخور نفله. حالا این شما و این حمله پلیس به مراکز دشمنان نظام. حکمو بهش نشون بده. اسمش چیه؟ شهرام عزیزی. خیلی خوب. یه زنگ بهش بزن بگو همین الان بیاد اینجا. کجا؟ گوشیم اونجاست. خیلی خوب برو. مظهر یه نگاهی به اطراف بنداز. چشم برو. بله درست حد زدید. این بار هم دشمنان نظام از دست این پلیس های قزمیت فرار میکنن، اما قبل از فرار رو خودتون ببینید. مظاهری چی شد؟ من ببینم چی شد؟ ببینم. خیلی خوب دست نزن بهش. از کدوم رفت؟ همینجا بشین اومدم. آهای وزارت ارشاد، آهای مجلس خبرگان، آهای شخصیت‌های لشکری و کشوری دیگه بسته. این فیلم چیزی برای پلیس زوار رفته تو نظام باقی نذاشت. آخه یه غلطی بکنیده. زرش ما رو بگو که با کی می‌خواستیم کاغذ سفید و حسینیه کنیم. مثل گونی آرت پلیس رو پرت کرد پایین. یه وقت فکر نکنی پلیس زخمی شده؟ نه، مثل طالبی ترکید. در پایان حلوای سرگرد ترکیده رو هم میخورند و گور بابای اون و امامش میخندن. دوم شهید مجید بهرامی که مصداق بارز آیه شریفه است که در ابتدای عرائزم قرائت کردم.
دشمنا که فرار کردن، سرگردم که ترکید، حال عظما هم که خیلی گرفته شده. لااقل یه سکانسی بذار یه هوا بخندی. اشکی هم بهت میاد سرکار، من اسلحه ندارم. میتونی منو بگردی؟ دستتو بذار رو سرت. آروم باش. قرص شکم به یاد تو تا حلق می رود، وقتی صدای فتنه ز هر کوچه می رسد. اندر گلویت صدای زجه و قوقاست، کله بی باد تو هویج غریبیست. دوری از منقل تو اول غمها. یک جانبه قضاوت نکنه. عظما تفت به قاسم دهد خورد با شور، این قاسم است که کتلت شده چونین ناجور. وضع عظما زار گشته تا که من باور کنم، روی دوش مرد گاوی می شود پروارتر. اغتشاشات از در و دیوار می بارد کنون، این ولایت گشته از کفتار هم کفتارتر. نشست روی زمین فهم کرد خرها را، نشست روی زمین فهم کرد خرها را. چپاند زیر عمامه تمام سرها را، ز جسم ناقص عظما قایقی رد شد، شبیه فتنه آخر شکافت عظما را. ایوال انفاسکم، خیلی خوب، شعر نمادین و سمبولیک. انشالله که موفق و مؤید باشید، زنده باشید. دیروز دیدم بچه شاه آمد به دیدار من و تو، میداد او بوی بسیجی با عطر سیگار من و تو. همراه او سبک و شلاق من بودم و عشق من داغ، امروز اون گیج برگشت آفتاب دار من و توست. این ترس من و توست، ترس فروپاشی ما. بر خیزگاه گل بخوانیم وقت فرار من و توست. والله خوب بود. خب حالا فردوسی که نمیتونه این کار الان بکنه، این کار شما باید بکنید. دومین برنامه از ویژه برنامه‌های پیک بهاری هم به پایان رسید. ممنونیم از شما هموطنان عزیز که ما رو همراهی کردید. با این امید که مجموعه برنامه‌های امروزمون مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا دیداری دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. دلتون شاد و لبتون خندون و هر روزتون نوروز.